جنگ عجیب و غیر قابل باور میان آریانا سعید و غزال عنایت. آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ آیا به واقعیت عمله و جان آریانا سعید حقیقت داشته است؟ آریانا سعید مصروف چی کاروبار تازه ای است؟ درآمد میلیونی آریانا سعید در دبی کاملا عجیب و دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. آریانا سعید عاشقانه هنر موسیقیش را از سال 2006 بدین طرف ادامه می‌دهد. کارهای هنری آریانا سعید مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. وی با آنکه سن خیلی کمی داشت ولی توانست در برنامه‌های مختلف رقابتی در افغانستان به کارهای هنر موسیقیش بپردازد. تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که آریانا سعید در کشور آذربایجان مورد حمله از طرف افراد ناشناس قرار گرفته است، ولی کاملا این خبرها دروغ و بی‌بنیاد بوده است. آریانا سعید در کشور امریکا دفاع برای حقوق زنان افغانستان نهاد ساخته است و همواره فعالیت‌های سیاسیش را ادامه می‌دهد. وی در کشور دبی مدلینگ را بر راه انداخته و قرار است لباس‌های افغانی را با سبک جدید برای مردم جهانیان به نمایش بگذارد. این همه در حالی است که با آریانا سعید تمامی هنرمندان افغان در رقابت بوده است. تازه تصاویر آریانا سعید با غزال عنایت در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دوبار دیگر مشاجره لفظی انجام داده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمندان محبوب افغان خواهیم. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.